سلام بر فارسی زبانان عزیز. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید سالم و سلامت باشین. در این ویدیو کلیپ کوتاه به خواص زعفران میپردازیم. میدونم که اکثر شما با زعفران و خواص اون آشنایی دارین، ولی خوشحال میشم که این ویدیو کلیپ رو هم گوش بدین و هم نگاه کنید. زعفران ادویه بسیار گران قیمتی که در نواحی جنوب غربی آسیا مخصوصاً در ایران پرورش می‌یابد. مراحل کاشت و برداشت زعفران دشواره، به خاطر همین زعفران یکی از گران قیمت‌ترین ادویه‌های جهانه. از هزاران سال قبل زعفران در این نواحی کاشت و برداشت می‌شده و استفاده اولیه اون در طب پزشکی بوده. زعفران بو، طعم و رنگ خاصی داره که هم در طباخی و هم در علم پزشکی استفاده میشه. جدیداً قرص‌های زعفران در آمریکای شمالی در دراگستورها عرضه میشه که برای رفع افسردگی هست و البته اگر شما به خود ادویه زعفران دسترسی دارین بهتره که خود ادویه رو استفاده کنین، یعنی از زعفران طبیعی برای نشاط خاطر استفاده بفرمایید. بوی زعفران خیلی خاصه و رایحه اون شیرین و مطبوعه. وقتی شما زعفران رو در آب گرم خیس میکنین رایحه مطبوع اون بیشتر میشه. عطر زعفران مخلوطی از عطر گیاهان خوشبوه که طعم شیرینی داره و عطر اون و طعمش یک مزه گرمی خاصی رو به غذا میده که غذا رو بسیار خوش طعم میکنه. چای زعفران البته مشهوره و زعفران همینطور در طباخی و شیرینی‌پزی مصرف زیادی داره. رنگ زعفران خیلی مخصوصه و وقتی در آب و یا مایع گرم خیس میخوره رنگ نارنجی پررنگش رو نشون میده و البته دوستی میگفت رنگ زعفران بسیار رنگ شیکیه، چون رنگ های صنعتی هستن که برای غذا استفاده میشن که خیلی خوش رنگ نیستن. حالا میپردازیم به خواص زعفران. اولین خاصیت زعفران اینه که باعث نشاط و شادی میشه و ضد افسردگیه. ایرانیان از هزاران سال پیش به این خاصیت زعفران پی برده بودن و از اون در غذا و دارو استفاده میکردن. اکنون تحقیقات پزشکی نشون داده که زعفران خاصیت ضد افسردگی داره. محققان معتقد هستند که زعفران میزان سروتونین رو در مغز افزایش میده، در نتیجه باعث بهبود خلق و خوی انسان میشه. همینطور معتقد هستند که زعفران در درمان افسردگی خفیف تا متوسط بسیار موثره. زعفران حاوی ماده آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد بدن می جنگن و از سلول ها در برابر آسیب اونها محافظت می کنند. وقتی سلول ها آسیب می بینن بدن دچار التهاب و بیماری میشه. زعفران میزان بالایی از آنتی اکسیدان ها رو داره، بنابراین شانس التهاب و بیماری های التهابی رو پایین میاره. گفته میشه زعفران عملکرد مغز رو بالا میبره. زعفران میتونه با بهبود عملکرد مغز و حافظه به انسان کمک کنه. تحقیقات نشون میدن که آنتی اکسیدان های زعفران ممکنه در پیشگیری بیماری های عصبی مثل آلزایمر مؤثر باشه. خاصیت دیگه زعفران اینه که میتونه به شما کمک کنه وزنتون رو کاهش بدین. بعضی از تحقیقات نشون داده که زعفران میتونه اشتها رو کم کنه و ولع شما رو برای خوردن هلهوله کم کنه. همینطور زعفران اشتهای شما رو پایین میاره و باعث میشه که شما غذای کمتری مصرف کنید. این ادویه بسیار خوشمزه به سلامتی چشم‌های شما میتونه کمک کنه. زعفران حاوی کارتنوئید مثل کارسین و سافرانول هستند که برای چشم انسان بسیار مفیدن. مواد نامبرده میتونن از پیرچشمی و یا ماکولر دیجنریشن که یکی از شایع ترین علل کوری در جهان جلوگیری کنند. به گفته زعفران از PMS و یا سندرم پیشقاعدگی جلوگیری میکنه. محققان ثابت کردن که زعفران علائم سندرم پیشقاعدگی یا PMS رو بهبود میبخشه. علائم پیشقاعدگی مثل تغییرات خلق و خوی خانم ها، شکم درد و کرامپ های رحمی هستند.
خاصیت ضد سرطان یکی دیگه از خواص زعفرانه. بعضی از تحقیقات علمی نشون داده که زعفران حاوی موادیه که ضد سرطان هستند. البته در این زمینه تحقیقات بیشتری باید انجام بشه. با توجه به خواصی که گفته شد، این مهمه که زعفران رو در رژیم غذایی خودتون بگنجونید تا از خواص اون بهره مند بشید. با این وجود که زعفران خواص بسیار زیادی داره، مصرف اون باید در حد اعتدال باشه، چرا که مصرف زیاده از حد زعفران میتونه برای بدن بد باشه. حالا بعضی ممکنه سوال کنن چطور زعفران رو باید استفاده کرد. وقتی که پکیج زعفران رو باز میکنین، میتونین زعفران رو با آسیاب دستی بکوبین و از پودرش توی غذاها استفاده کنین. روش دیگه به این شکله که میتونین 10 یا 15 دونه از زعفران رو در آب گرم و یا سوپ گرم و یا شیر گرم حل کنین و به غذاهای خودتون اضافه بفرمایین. چای زعفران هم که بسیار مطبوعه، ولی البته مصرف دائمی اون توصیه نمیشه. دوستان، مطالبی که در این ویدیو کلیپ گفته شد از اینترنت تهیه شده بود و من شخصاً هیچ مطلبی رو از خودم به این مطالب اضافه نکردم. اگر سوالی دارین راجع به زعفران، سوال پزشکی دارین و یا دارویی مصرف میکنین که شک میکنین ممکنه با زعفران تداخل بده، لطفاً با پزشکتون در میون بذارین. اگه دوست دارین بیشتر راجع به نکات سلامتی بدونین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید.